این هفته خبر تو خبر داره براتون از افتادن عمامه شیخ فرید در دیگ مجلس و قول خوردن دعواهای باندی تا اونجا که شیخ فرید از این حرفا هم زد. اما در این حال چی شد یه عده جرأت کردن جناب رئیس جمهور در همین رئیس جمهور کشور را تهدید به مرگ کنند؟ چون حس کردن بین ما و شما فاصله است. به غلط فکر کردن بین مجلس و دولت و قوه قضاییه فاصله است. فیضیه مرکز انقلاب تبدیل نمیشه به جایی که آب به آسیاب دشمن بریزند عده‌ای. این هم یک تصویر شماتیک از ماشین دولت که در مواجهه با تهدید استخری شدن یهو سر و ته کرد. البته تهدیدی که شیخ فری ازش صحبت کرد فقط به فیضیه محدود نمیشه و دلواپس‌ها هم این روزا هر جا به هم میرسن قضیه استخر رو یادآوری میکنن. چنانچه آخر بودم تو استخر بود، این یارو که استخر خواهد بود. اینا که خیانت میکنن یه چیزی میبینن که دوست داشتن کافر مومن پیروی میشه. این چه کار میکرده؟ چه تو وارد افتاد مرد؟ این داستان به قدری میخ پیدا کرده که حتی تو سریال های تیوی ریش هم ازش با کنایه یاد میکنن. این پود یادته؟ دادم بریزی تو داروی فرهمند. حالا همه چی گرد میشه. قراره بریزیم تو چایی خودت. بخور نوش جونت. بی درد میری جهنم مثل اون رفیقمون که بالای پله هست. ببخشید میشه کسی جلو من کشته نشه؟ چرا نمیشه؟ ارزنده بخور برو تو استخر بمیر، چون قرار پلیسا خیال کنن موقع شنا سکته کردی. اگه سختته بدم این هیولا بریزه تو حلقت. خلاصه ای که شیخ فری رفت به استبل مجلس و یه سری مزخرفات سرهم بندی کرد، اما بعدش باند مقابل یک گزارش درست کرد تا اینطوری باهاش تصفیه حساب کنه. تو گل نشستم، کاری دست و پا دارم میزنم. من خیلی قولا داده بودم توی انتخابات. با حرف خیلی کار انجام میشه، تو عمل که آدم میاد نمیتونه. من اعتراف میکنم کم آوردم. من میخوام یه چیزی رو اعتراف بکنم، تو این 5 ساله جز قول و وعید من هیچی ندادم. چون تجربه زیادی دارم. من دوره‌هامو انگلیس دیدم. انگلیس همیشه مردم رو فریب میدید. من از اونها یاد گرفتم. برای اینکه به 8 سال چیزی که میخواستم رسیدم، 8 سال قدرتی که میخواستم به دست آوردم، بعد اونم برام مهم نیست. نتیجه این که مانورهای اعتدالی و پرتغالی شیخ فری دست آخر به جایی نرسید و یه چنین بلایی سر شیخ فری اومد. البته به سفارش عظما همه زورشون رو زدن تا سوال از شیخ فرید تو مجلس به دعوا منجر نشه، چون این روزا استبل ولایت به مسابقه شاخبازی جک و جونورای نظام تبدیل شده. آقای دکتر لبیجانی، آقای دکتر ایشون رو مدیریت بکنید. آقای عزیزی هر بوده برو کنار. آقای عزیزی بفرمایید. آقای عزیزی بفرمایید بنشین، مقصودشون شما نبودین. و البته در جریان این جنگ و دعواها تا دلتون بخواد اعتراف بیرون میزنه. یه نمونش این: یک نفر غیر از حلقه فامیل و فرزندان مسئولین اگر به کار گرفته اید نام ببرید. در هیچ کشوری چنین رانت و فسادی وجود ندارد. هلدینگ آینده پویا، هلدینگ بشر پاکستان شوینده دست خواهرزاده و برادرزاده چه کسی است؟ این هم یکی دیگه از اعترافات صورت گرفته در استبل ولایت که نشون میده وضع تا کجا خرابه. احتراما همانطوری که مستحضرید جناب آقای ایکس درخواست یک دستگاه خودرو سنتافه مدل 2017 با شرایط ذیل می نماید. شایان ذکر است ایشان درخواست دارد که خودرو به نام دخترشان ثبت کنید. همان روز
خودرو 350 میلیونی 100 میلیون تخفیف داده، 200 میلیون دیگه رو وام 4% دادید تو این کشوری که فوق لیسانساش دنبال نظافتچی بودن میگردن. البته اینا فهمیدن ماشین نظام در آستانه چپ کردنه، به همین خاطر زودتر میخوان پیاده شن تا یه وقت اتفاقی براشون نیفته. اما حرف آخر رو از این پاسدار عباسی بشنوید که میگه فلش همه ضربه ها به سمت عمامه عظماست. لاریجانی، آقای علوی، هیچ مسجدی نیست که ما بریم مردم نگن چرا ناکارآمدی وجود دارد مقصر شما. هیچ دانشگاهی نیست که ما پامونو بذاریم مردم اینو نگن. بیکاری شما، بی ارزگی شما، بی مبالاتی شما جهت فلش مسئولیت ها رو برده سمت رهبری. آقا برخورد کنید، یه مقداری انقلابی برخورد کنید. بله، رگبار ضرباتی که داره نثار عظما میشه بی‌شباهت به این نیست. هفته پیش بزبز قندی یه حرفای تو فیضیه زد که ظاهرا بعد براش درد سرساز شد، به همین خاطر تلاش کرد اینجوری ماسمالیشون کنه. ما یه حرفایی که تو فیضیه گفتیم همش حرفای امام بود راجع به حوزه، همش حرفای امام بود، حرفای مطهری بود. این سکولاریسم در حوزه این جمله رهبریه. این بزبز قندی حواسش نبود که دوره این فیگورها گذشته. آخه بابا تو فاز سرنگونی که نباید پاتو جای شل بذاری. این که بزبز قندی هی پای عظما رو وسط میکشه علتش اشاره به این روزه صیدلیه. ببینید تو حوزه ها چه خبره که عظما مجبوره این قسمتش رو علنی کنه. یه آقایی در یک گوشه‌ای عباشه بکشه به کول خودش بگه من به کارهای کشور کار ندارم، من به نظام کار ندارم، این افتخار نیست، این ننگه. روحانی بایستی از وجود یک چنین نظامی که پرچمش اسلامه، قانونش فقه اسلامی است، استقبال کنه با همه وجود. دیگه کار از این جوشکاری ها گذشته، الان باید فکر فرو ریختن بنای کل نظامتون باشید. این داستان آقازاده هم به بد مصیبتی برای آخوندا تبدیل شده. یه نمونش این قاضی پور بود که در پاسخ به سوال فرزندت کجاست این حرفو زد. کمپین فرزندت کجاست تو گفته بودید که پسرم چوپونی میکنه، یه عکسی منتشر کردن آقا پسرتون توی دامداری هستن. این یعنی اشتباه لفظی بوده یا نه من از توضیح میفهم. امسال چون سال کالا ایرانی بوده یه دامداری راه انداخته، گوسفند 150 خورده تا گوسفند خریده، بعد صبح ساعت 5 اینا میبرن صحرا حد میآورن تو طویلاشون. دیروزم گروه یکی از گوسفندا حالش خوب بود، سرشو بریده بود. سوپانی نیست، تمام انبیا ما قبلا سوپان بودن. بله، حالا این شما و این پسر قاضی پور در حال بیزینس گوسفند. کارگری میکنن توی مرغداری، توی دامداری، خودشون یا میرن مثلا دامداری این اون کارگر. آرم نیستش واسه مرد کار کردن آر نیست. خلاصه اینقدر این داستان آقازاده ها رو کش دادن تا پاش به طنزای اینترنتیشون هم کشیده شد. چه سوال مزخرف و مسخره ای آقازاده چیکاره هستن؟ آقازاده است دیگه. مثل اینکه به دکتر بگی دکتر چیکاره ای؟ دکتره دیگه. این روزا بزبیاری های نظام در همه زمینه ها جریان داره، از داخل کشور گرفته تا منطقه. این هم استقبال مردم عراق از خودروهای نظام در بغداد.
حالا سری بزنیم به تولیدات داخلی در سال حمایت از کالای ملی. کیک تاینی خریدم 97.5 تولید 97.9 اینه که باز میکنی از توش این در میاد یه دونه کیک، نه اینم بقیهش، یه کیک و این از توی بسته‌بندی کیک تاینی این در میاد فقط هیچی. اینم 1000 تومان. اون از کیکشون، اینم از چیپسشون. خدمت همه هموطنان عزیز، آقا ما امروز چیپس گرفتم کوکا، همه چیپس کردیم ها، بعد یه عمری رفتیم قیمتش هم 500 تومنه، خود دیگه نداره میگین کوکا، یارانه با پول یارانه. حالا نگاه کن داخلش چیه کوکا، چقدر پرش کردن، هوا 500 تومن هوا دادن با این صورتاشونه. اینم حمایت از کالای ایرانی. بابا به هم دیگه رحم کنین با این صورتاتون، چتونه خب. این هم نظر یه هموطن درباره دزدی 9 میلیارد دلار ارز دولتی. میای دایرکتون میگی در مورد این 9 میلیارد دلار طنز درست کن، به نظرت این به ما مربوطه؟ گینس که معرف حضورتون هست، این رکورد جهانیه، باید گینس ثبتش کنه. ما رکوردامون هم که الکی داره میره، ما یه 3000 تا الان داریم کانادا ثبت شده، نه کی ثبتش کرده؟ دکل داریم، رکورد دکل زدیم، دکل لامصب ثبت شده الان تو کتاب گینس، نه گینس هم با مالک حقیقتش. ما از سازمان‌های زیرت میخوام که اقدام کنن، این گینس باید گوشمالی بشه. چرا رکوردامون ثبت نمیشه، پیگیری نمیشه؟ جا داره یادی هم بکنیم از این فیلم تاریخی که در اون این حاجی کولومبوس اومده تا مردم رو نسبت به وقوع زلزله آروم کنه، اما تا مردم رو بیازمایه، صبر اینان رو بیازمایه، همت و توان و قدرت شما رو بیازمایه. یک بام و 2 هوای تیویریش و تلاش مجری برای سنبلکاری. خودتون ببینید. شغلم عکاسی بود قبل از الهی کچلی بگیری قربان شما. ببین اینقدر موهاش بلنده، ما موهاشو کردیم تو پیرنش چون تو تلویزیون نمیتونیم نشون بدیم ترویج بشه، متعارف نیست که. بعد باطن همینم اینجوری تکون نمیخوره، اینجوری ببین چلا کچلی بگیری دفعه بعد اومدی با خیال راحت بشینی جلوی دوربین. خب تیویریش که خودش متخصص صدور سوتیه، حالا یه برنامه درست کرده که توش باقی سوتیهای نظام رو میگیره. چه شود؟ بالکن خونمون پر از گل باشه. ببینید این این خونه، اینی که تو رگ جریان داره است، خونه هی آخر داره. این بالکن خونمونه، نه بالکن خونمون. این همه تحصیل کرده ادبیات داریم، گناه نیست، قرآن خدا دوتا نمیشه اینها رو استفاده کنیم مشاور ادبی باشن. بعد این شکست نویسی یه عمری منسوخ شده. این هم یه گزارش از تیویریش درباره کندوهای زنبور عسل که کار دست گزارشگر میده. خوبه برا خوبه یادم مومت اینجا خدمت الان با کم خوبه. پیش بینی میشه امسال از این کلونی ها 3 تن عسل برداشت. برای شیرینکاری حتما نباید دنبال ابزار خاصی گشت یا صدای ویژه‌ای داشت. خیلی وقتا میشه با همین انگشتای دستم شیرینکاری کرد. سکانس پایانی خبر تو خبر این هفته به این شیرینکاری جالب اختصاص داره.